این لازمت میشه اگه تا حالا گل نبافتی. ابتدا 6 تا زنجیره میزنیم، قلاب رو داخل زنجیره اول میکنیم و با بافت نامرئی یه حلقه درست میکنیم. حالا یه زنجیره داخل این حلقه 12 تا پایه کوتاه میبافیم. حالا با نخ جدیدم بافت نامرئی میزنم و نخ جدید رو وارد بافت میکنم. 12 تا زنجیره میزنم. قلاب رو داخل زنجیره کناری میکنم و بافت نامرئی میزنم. این کار رو تکرار میکنم و 12 تا زنجیره میزنم و تا آخر همین الگو رو تکرار میکنم. به این ترتیب 12 تا گلبرگ داریم. اینم از گل خوشگل ما.